چجوری تامنیل‌های خفنی مثل این و این بسازیم، اونم با کمک هوش مصنوعی، اونم به صورت کاملا رایگان. پس همراه من باش تا آخر ویدیو، چون میخوام راز ساخت همچین تامنیل‌های رایگانی رو بهتون آموزش بدم. سلام، خوش اومدید به چنل $1 بیشتر. امروز تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدیم که چجوری با هوش مصنوعی یه تامنیل خفن بسازیم، اونم به صورت رایگان. همونطور که میدونید مستر بیست واسه هر تامنیلش خیلی اهمیت میده و هر تامنیل حدوداً $10,000 واسهش آب میخوره و تامنیلاش هم که نگاه میکنید خیلی واقعا خفنه. و یکی از دلایل این که این کانال مستر بیست خوب داره ویو میخوره همین تامنیلش، حالا جز ویدیویی که میسازه، حالا ویدیوش که بماند که خیلی عالیه، ولی خب تامنیلش خیلی مهمه. خب حالا من یکی از این تامنیل‌ها رو واسه اینکه بخوایم تبدیلش کنیم انتخاب میکنم. فکر میکنم بذار ببینم کدوم تامنیلش بهتر از همه. خب خلاص شما یکی از این تامنیل‌ها رو انتخاب کنید. من حالا این تامنیلش رو انتخاب میکنم، توی گوگل سرچ میکنم یوتیوب تامنیل دانلودر و وارد اولین سایت میشم و لینک ویدیو رو بهش میدم. اینجا لینک ویدیو مستر بیست رو بهش میدم و تامنیلش رو خیلی راحت دانلود میکنم. خب تامنیلش رو دانلود میکنم و وارد چت جی پی تی عزیزمون میشیم. وارد چت جی پی تی که شدیم، کافی از این قسمت attach files و upload from computer اینا میزنیم. چیزی که دانلود کردیم رو بهش میدیم. اینجا چی می‌نویسیم که این عکس رو کامل توصیف کنه. اوکی، بعد می‌نویسیم به زبان انگلیسی و اینتر میکنیم. منتظر میشیم این عکس رو کامل توصیف کنه. خب همونطور که می‌بینید داره عکس واسمون توصیف میکنه و بعد توصیف کردش. خب حالا چی کار میکنیم؟ حالا بهش میگیم با استفاده از همین توصیف یک پرامپت برای مید جرنی بنویس. باز بهش تاکید میکنیم که به زبان انگلیسی باشه. لطفا. اوکی و اینتر میکنیم. پرامپت رو سلکت میکنیم و با کلیک راست کپیش میکنیم. یه تب جدید باز میکنیم. اینجا سرچ میکنیم ایدئوگرام و وارد اولین سایتی که بالا میاره میشیم. اینجا کانتینیو ویت گوگل رو میزنیم. خب اینجا جیمیل رو انتخاب میکنیم و کانتینیو رو میزنیم. خب اینجا هم ازمون میخواد که یه اسم واسش انتخاب کنیم. چیزی که اونجا کپی کردیم تو چت جی پی تی رو بهش میدیم. سایز تصویرم 16:9 میذاریم و جنریت رو میزنیم. تصویر رو ساخت، ولی من احساس میکنم زیاد جالب نشده. این یکی از همه جالب تر به نظرم، ولی خب برای اینکه جالب تر باشه چیکار کنیم؟ نویسیم میخوام پرومپت رو تغییر بدی و جذاب ترش کنی، جوری که از چهرش یخ میباره و دماغش یخ زده و در حال داد زدن انگار. اوکی، دوباره منتظر میمونیم. همونطور میبینیم پرامپت نوشت. دوباره کلیک راست و کپی و پرامپت پاکش میکنیم و کنترل وی میزنیم، یا هم کلیک راست و پیستش میکنیم و دوباره جنریت رو میزنیم تا تصویر بعدی واسمون جنریت کنه. خوبی این سایت اینه که بیشتر از 30 ثانیه طول نمیکشه تصویرها رو واسمون جنریتش کنه.
و خیلی سریع تصویر رو جنریتش میکنه. حالا همونطور که میبینید واقعا عالی ساخته، خیلی جذابتر شد تا نسبت به قبلی، مخصوصا این یکی. اگه میخواین دانلود کنید یه روز 3 نقطه بزنید و اینجا روی دانلود و پایینی JPEG اینو بزنید چون اون یک گولیه، خیلی راحت تصویر دانلود میشه واسهتون. خب وارد گوگل بشید و سرچ کنید ریمیکر فیس سواپ. اوکی، و وارد این سایت بشید. میخوایم یه کار جالبی انجام بدیم، حالا اونم با صورت عمو حسن. ما عمو حسن رو کلا خستش کردیم. این عکس رو انتخاب میکنین، صورت عمو حسن رو انتخاب میکنین اینجاست و در نهایت سواپ رو میزنین. خیلی 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 جالب میشه اگه ببینین نتیجه رو. من یه تامنیلی واسش طراحی کردم که یعنی مو نمیذاره. ببین اصلا مو نمیذاره با عمو حسن. حالا اینجا رو ببین، اینجا رو ببینید. این تامنیل رو من طراحی کردم با عمو حسن. پس لطفا لایک و سابسکرایب فراموش نشه. اگه نکته چیزی بود توی کامنت ها بهم بگید. بدرود.